آیا امام علی رحمانوف پریزیدنت و رئیس کنونی تاجیکستان کافر هست یا نیست؟ عقیده خود را بیان میکنیم آشکار، واضح، در اساس قرآن و سنت و قول سلف این امت، در اساس قال الله و قال الرسول و قال الصحابه بیان میکنیم که این انسان کافر است، مرتد است و خارج از ملت اسلام است، بوی از اسلام ندارد و در دایره اسلام نیست و کسی که دیده و دانسته این را ولی الامر بگوید، اطاعتش را واجب بگوید و دفاع بکند و مسلمانش بداند، او هم مشرک شده است، طاغوت پرست است، از ملت